قصه گوی شب. سلام دوستان، شبتون بخیر. امشب هم طبق وعده شبهای زوج خدمتون رسیدم با 1 الی 2 حکایت از بهلول. حکایتی جذاب و پندآموز که با شنیدنش هم درس میگیرید و هم به خوابی راحت فرو میرید. خوشحال میشم از کانال قصه گوی شب حمایت کنید. سابسکرایب، لایک و کامنت، و اگر انتقادی دارید حتما در قسمت کامنت ها برام بنویسید. بدون معطلی بریم سراغ قصه های زیبای امشب. بهلول شبی در خانه‌اش مهمان داشت و در حال صحبت با مهمانش بود که قاصدی از راه رسید. قاصد پیام قاضی را برای او آورده بود. قاضی می‌خواست بهلول آن شب شام مهمانش باشد. بهلول به قاصدی که از سمت قاضی آمده بود گفت: از طرف من از جناب قاضی عذر بخواه، چرا که من امشب مهمان دارم و نمیتوانم به محفل قاضی بیایم. قاصد رفت و چند دقیقه دیگر برگشت و گفت: جناب قاضی میگوید قدم مهمان بهلول هم بر روی چشم. بهلول بیاید و مهمانش را هم بیاورد. بهلول به همراه مهمانش به طرف مهمانی قاضی به راه افتادند. بهلول در راه به مهمانش گفت: فقط دقت کن که من کجا می نشینم و تو هم دقیقاً همانجا بنشین. هرچه می خورم تو هم از همان بخور. تا از تو چیزی نپرسیدند حرفی نزن و اگر از تو کاری نخواستند هیچ کاری انجام نده. مهمان در دل به گفته های بهلول می خندید و می گفت: نگاه کن، یک دیوانه به من نصیحت می کند. وقتی بهلول و مهمانش به مهمانی قاضی رسیدند، خانه پر از مهمانان مختلف بود. بهلول کنار در نشست، ولی مهمانش رفت و در بالای خانه نشست. مهمانان کم کم زیاد شدند و هر کسی می آمد در کنار بهلول می نشست و بهلول را کم کم به طرف بالای مجلس می راند. بهلول کم کم به بالای مجلس رسید و مهمان به دم در. غذا آوردند و مهمانان غذای خودشان را خوردند. بعد از غذا میوه آوردند، ولی همراه میوه چاقویی نبود. همه منتظر چاقو بودند تا میوه های خود را پوست بکنند و بخورند. ناگهان مهمان بهلول چاقوی دست طلایی را از جیب خود بیرون آورد و گفت: بفرمایید با این چاقو میوه هایتان را پوست بکنید و بخورید. مهمانان قاضی به چاقوی دست طلا خیره شدند. چاقو بسیار زیبا بود و دسته ای از طلا داشت. مهمانان از دیدن چاقوی دست طلایی در جیب مهمان بهلول که مرد بسیار فقیری هم به نظر می رسید تعجب کردند. در آن مهمانی 6 برادر بودند که وقتی چاقوی دست طلا را دیدند به هم اشاره کردند و برای مهمان بهلول نقشه کشیدند. برادر بزرگتر رو به قاضی که در صدر مجلس نشسته بود و میزبان بود کرد و گفت: جناب قاضی، این چاقو متعلق به پدر ما بود و سالهای زیادی است که گم شده است. ما اکنون این چاقو را در جیب این مرد پیدا کرده ایم. ما می‌خواهیم داد ما را از این مرد بستانی و چاقوی ما را به ما بازگردانی.
قاضی گفت آیا برای گفته‌هایت شاهد هم داری؟ برادر بزرگتر گفت من 5 برادر دیگر در اینجا دارم که همه‌شان گفته‌های مرا تصدیق خواهند کرد. 5 برادر دیگر هم گفته‌های برادر بزرگتر را تایید کردند و گفتند که چاقو متعلق به پدر آنهاست که سالها پیش گم شده است. قاضی وقتی شهادت 5 برادر را به نفع برادر بزرگتر شنید، یقین حاصل کرد که چاقو متعلق به آنهاست و توسط مهمان بهلول به سرقت رفته است. قاضی دستور داد مهمان بهلول را به زندان ببرند و چاقو را به برادر بزرگ برگردانند. بهلول که تا این موقع ساکت مانده بود، گفت جناب قاضی، این مرد امشب مهمان من بود و من او را به خانه شما آوردم. اجازه بدهید امشب این مرد در خانه من بماند. من او را صبح اول وقت تحویل شما می دهم تا هر کاری که خواستید با او بکنید. برادر بزرگتر گفت خیر جناب قاضی، شما راضی نشوید که امشب بهلول این مرد را به خانه خودش ببرد، چون او به این مرد چیزهایی یاد می دهد که حق ما را زائل می کند. قاضی رو به بهلول کرد و گفت بهلول، تو قول می دهی که به این مرد چیزی یاد ندهی تا من او را موقتاً آزاد کنم؟ بهلول گفت بله جناب قاضی، من به شما قول می دهم که امشب با این مرد لام تا کام حرف نزنم. قاضی گفت چون این مرد امشب مهمان بهلول بوده است، برود و شب را با بهلول بماند و فردا صبح بهلول قول می دهد او را به ما تحویل دهد تا به جرم دزدی به زندانش بیاندازیم. برادران به ناچار قبول کردند و بهلول مهمان را برداشت و به خانه خود برد و در راه اصلاً با مهمان حرفی نزد، دقیقاً طبق قولی که داده بود. به محض اینکه به خانه رسیدند، بهلول زمزمه کنان گفت بهتر است بروم سری به خر مهمان بزنم. حتما گرسنه است و احتیاج به غذا دارد. مهمان که یادش رفته بود خر خود را در طویله بسته است، گفت نه، تو برو استراحت کن. من خودم به خر سر میزنم و اگر غذا نیاز داشت به او غذا میدهم. بهلول بدون اینکه جواب مهمان را بدهد وارد طویله شد. خر سر در آخر فرو برده بود و در حال نشخوار علفها بود. بهلول چوب کلفتی برداشت و به پشت خر کوبید. خر بیچاره که علفها را نشخوار می کرد از شدت درد در طویله شروع به راه رفتن کرد. بهلول گفت ای خر خدا، مگر من به تو نگفتم وقتی وارد مجلس شدی حرف نزن؟ هر جا که من نشستم تو هم همانجا بنشین. اگر از تو چیزی نخواستند دست به جیبت نبر. چرا گوش نکردی؟ هم خودت را به درد سر انداختی و هم مرا. فردا تو به زندان خواهی رفت. آن وقت همه خواهند گفت بهلول مهمان خودش را نتوانست نگه دارد و مهمان به زندان رفت. بهلول 2 مرتبه ضربه شدیدتری به خر بیچاره زد و گفت ای خر، گوش کن. فردا اگر قاضی از تو پرسید این چاقو مال توست، بگو نه. من این چاقو را پیدا کردم و خیلی وقت بود که دنبال صاحبش میگشتم تا آن را به صاحبش برگردانم، ولی متاسفانه صاحبش را پیدا نمی کردم. اگر این چاقو مال این 6 برادر است، آن را به آنها می دهم. و اگر قاضی از تو پرسید این چاقو را از کجا پیدا کرده ای،
مگر در بیابان چاقوی دست طلا ریختند که تو آن را پیدا کرده ای؟ در جواب بگو پدرم سالها پیش کاروان سالار بزرگی بود و همیشه بین شهرها در رفت و آمد بود و مال و تجاره زیادی به همراه می برد و با آنها تجارت می کرد. تا اینکه ما یک شب خبردار شدیم که پدرم را دزدان کشته اند و مال و اموالش را به غارت برده اند. من بالای سر پدر بیچاره ام حاضر شدم. پدر بیچاره ام را دزدان کشته بودند و تمام اموالش را برده بودند و این چاقو تا دسته در قلب پدرم فرو رفته بود. من چاقو را برداشتم و پدرم را دفن کردم و از آن موقع دنبال قاتل پدرم می گردم. در هر مهمانی هم که می روم این چاقو را نشان می دهم و منتظر می مانم که صاحب چاقو پیدا شود و من قاتل پدرم را پیدا کنم. ای قاضی، اکنون من قاتل پدرم را پیدا کردم. این 6 برادر پدر مرا کشته اند و اموالش را به غارت برده اند. دستور بدهید تا اینها اموال پدرم را برگردانند و تقاص خون پدرم را پس بدهند. بهلول که این حرفها را به خر می گفت و صاحب خر گفته های او را می شنید، چوب دیگری به خر زد و گفت ای خر خدا، فهمیدی؟ یا تا صبح کتکت بزنم. صاحب خر گفت ای بهلول عزیز، نه تنها این خر بلکه من هم حرفهای تو را فهمیدم و به تو قول می دهم در هیچ مجلسی بالاتر از جایگاه هم ننشینم و اگر از من چیزی نپرسیدند حرف نزنم و اگر از من کاری نخواستند کاری انجام ندهم. بهلول که مطمئن شده بود مرد حرفهای او را به خوبی یاد گرفته است، رفت و به راحتی خوابید. فردا صبح بهلول مرد را بیدار کرد و او را به منزل قاضی رساند و تحویل داد و خودش برگشت. قاضی رو به مرد کرد و گفت ای مرد، آیا این چاقو مال توست؟ مرد گفت نه جناب قاضی، این چاقو مال من نیست. من خیلی وقت است که دنبال صاحب این چاقو می گردم تا آن را به صاحبش برگردانم. اگر این چاقو مال این برادران است، من با رغبت این چاقو را به آنها می دهم. قاضی رو به 6 برادر کرد و گفت شما به چاقو نگاه کنید. اگر مال شماست آن را بردارید. برادر بزرگ چاقو را برداشت و با خوشحالی لبخندی زد و گفت ای قاضی، من مطمئن هستم این چاقو همان چاقوی گم شده پدر من است. 5 برادر دیگر چاقو را دست به دست کردند و گفتند بله ای جناب قاضی، این چاقو مطمئناً همان چاقوی گم شده پدر ماست. قاضی از مرد پرسید ای مرد، این چاقو را از کجا پیدا کرده ای؟ مرد در جواب قاضی بر اساس هر آنچه شب گذشته از بهلول آموخته بود درباره چاقو توضیح داد و در پایان گفت ای جناب قاضی، این 6 برادر پدر مرا کشته اند و اموالش را برده اند. دستور بدهید تا اینها اموال پدرم را برگردانند و تقاص خون پدرم را بدهند. 6 برادر نگاهی به هم انداختند. آنها در مخمسه بدی گرفتار شده بودند و با ادعای دروغینی که کرده بودند مجبور بودند اکنون به عنوان قاتل و دزد سالها در زندان بمانند. برادر بزرگ گفت جناب قاضی، من زیاد هم مطمئن نیستم این چاقو مال پدر من باشد، چون سالهای زیادی از آن تاریخ گذشته است و احتمالاً من اشتباه کردم. برادران دیگر هم به ناچار گفته های او را تایید کردند و گفتند که چاقو فقط شبیه چاقوی ماست ولی چاقوی پدر ما نیست. قاضی مدت زیادی خندید و به مرد مهمان گفت
ای مرد، چاقویت را بردار و نزد بهلول برو. مرد سجده شکر به جای آورد و چاقو را برداشت و خارج شد. خب دوستان، این هم حکایتی بسیار زیبا و پندآموز از بهلول. بریم سراغ حکایت جالب و جذاب دوم. روزی روزگاری در زمانهای دور در همین حوالی مردی زندگی می کرد که همیشه از زندگی خود گله‌مند بود و ادعا می کرد بخت با من یار نیست و تا وقتی بخت من خواب است زندگی من التیام پیدا نمی کند. پیر خردمندی او را پند داد تا برای بیدار کردن بخت خود به فلان کشور نزد جادوگری توانا برود. او برای پیدا کردن جادوگر رفت تا در جنگلی سرسبز به گرگی رسید. گرگ پرسید: ای مرد، کجا می روی؟ مرد پاسخ داد: می روم نزد جادوگر تا برایم بختم را بیدار کند، زیرا او جادوگری بس تواناست. گرگ گفت: می شود از او بپرسی که چرا من هر روز گرفتار سردردهای وحشتناک می شوم؟ مرد قبول کرد و به راه خود ادامه داد. او رفت تا به مزرعه‌ای وسیع رسید که دهقانانی بسیار در آن سخت کار می کردند. یکی از کشاورزها جلو آمد و گفت: ای مرد، کجا می روی؟ مرد جواب داد: می روم نزد جادوگر تا برایم بختم را بیدار کند، زیرا او جادوگری بس تواناست. کشاورز گفت: می شود از او بپرسی که چرا پدرم وصیت کرده است من این زمین را از دست ندهم، زیرا ثروتی بسیار در انتظارم خواهد بود، در صورتی که در این زمین هیچ گیاهی رشد نمی کند و حاصل زحمات من بعد از 5 سال سرخوردگی و بدهکاری است. مرد قبول کرد و به راه خود ادامه داد. او رفت تا به شهری رسید که مردم آن همگی به شکل نظامیان بودند و گویا همیشه آماده جنگ. شاه آن شهر او را خواست و پرسید: ای مرد، به کجا می روی؟ مرد جواب داد: می روم نزد جادوگر تا برایم بختم را بیدار کند، زیرا او جادوگری بس تواناست. شاه گفت: آیا می شود از او بپرسی که چرا من همیشه در وحشت دشمنان به سر می برم و ترس از دست دادن تاج و تختم را دارم؟ با ثروت بسیار و سربازان شجاع تا کنون در هیچ جنگی پیروز نگردیدم. مرد قبول کرد و به راه خود ادامه داد. پس از راهپیمایی بسیار بالاخره جادوگری را که در پیش راهها را پیموده بود پیدا کرد و ماجراهای سفر را برایش تعریف کرد. جادوگر بر چهره مرد مدتی نگریست، سپس رازها را با وی در میان گذاشت و گفت: از امروز بخت تو بیدار شده است، برو و از آن لذت ببر. و مرد با بختی بیدار بازگشت. ابتدا به شهری رسید که تمام افراد آن شبیه نظامیان بودند. به شاه شهر نظامیان گفت: در پاسخ سؤالی که از من پرسیده بودی باید بگویم تو رازی داری که وحشت برملا شدنش آزارت می دهد. با مردم خود یک رنگ نبوده ای. در هیچ جنگی شرکت نمی کنی چون از جنگیدن هیچ نمی دانی. زیرا تو یک زن هستی و چون مردم تو زنان را به پادشاهی نمی شناسند، ترس از دست دادن قدرت تو را می آزارد. و اما چاره کار تو ازدواج است. تو باید با مردی ازدواج کنی تا تو را غمخوار باشد و همراه. مردی که در جنگ ها فرماندهی کند و بر دشمنانت بدون احساس ترس بتازد.
شاه اندیشید و سپس گفت: حالا که تو راز مرا و نیاز مرا دانستی، با من ازدواج کن تا با هم کشوری آباد بسازیم. مرد خنده‌ای کرد و گفت: بخت من تازه بیدار شده است. نمیتوانم خود را اسیر تو کنم. من باید بروم و بخت خود را بیازمایم، زیرا میخواهم ببینم چه چیز برایم جفت و جور کرده است. و پیشنهاد ازدواج پادشاه را رد کرد و به راهش ادامه داد. بعد از آن به کشاورز رسید و به او گفت: وصیت پدرت درست بوده است. شما باید در زیر زمین به دنبال ثروت باشی، نه بر روی آن، چرا که در زیر این زمین گنجی بسیار نهفته است که با وجود آن نه تنها تو بلکه خاندانت تا 7 پشت ثروتمند خواهند شد. کشاورز گفت: پس اگر چنین است، تو را هم از این گنج نصیبی است. بیا با هم شریک شویم که نصف این گنج از آن تو می باشد. مرد این بار هم این پیشنهاد فوق‌العاده را رد کرد و با خنده‌ای گفت: بخت من تازه بیدار شده است. نمی توانم خود را اسیر گنج کنم. من باید بروم و بخت خود را بیازمایم، چرا که می خواهم ببینم چه چیزی برای من جفت و جور کرده. و به راهش ادامه داد. سپس به گرگ رسید و تمام ماجرا را برایش تعریف کرد و سپس گفت: سردردهای تو از یک نواختی خوراک است. اگر بتوانی مغز یک انسان کودن و تهی مغز را بخوری، دیگر سردرد نخواهی داشت. بله دوستان، شما اگر جای گرگ بودید چه کار می کردید؟ بله درست است. گرگ هم همان کاری را کرد که شاید شما هم می کردید. مرد بیدار بخت قصه ما رو به جرم غفلت از بخت بیدار خودش درید و مغز او رو خورد. خب دوستان، این هم از داستان پندآموز دوم که واقعا خودم از شنیدنش و گفتنش بسیار لذت بردم و برام بسیار درس داشت. امیدوارم که لذت برده باشید. لطفاً از کانال خودتون، کانال قصه گوی شب، حمایت کنید. نظراتتون رو برام کامنت کنید. متشکرم. شبتون گرم همچون آفتاب. شب خوش دوستان.